میبخشید ناملای عزیز، همین سوالی من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش؟ که مرا یک بچه دجال میگوید. دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن. خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوی یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگد خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر لقب نمانید، یکدیگر نام شو بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخون دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمونید. التماس داملای عزیز، البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا می شود، اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است. در زیر خاک بمانیم، از اوی که در قد راه می پرتاییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم، این بهتر است از این که ما و شما در قد راه می پرتاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامنای محترم. ما در محلمون مسجدی داریم که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. هممون بچه های جوان هستیم، اما کلانسالهان یگان تعشون به مسجد نمی آیند. آنها میگویند که مولای شما کودکی بسیار در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت میکند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقا یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمی آید، ولی در توی معرکه ها برآمده حافظی میکند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این مولایمان به ما حقیقتش را فهمونید. بعضی آدمان میگویند که این خیل مولا را از عقبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارد که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمونید. با احترام، یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن، گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون کی بود؟ من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم به چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارای ناخوب دارد. لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است. اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامه اعلم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عبارهای مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالمی به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد. اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به